بریم یه سوپ کدو تنبل با هم درست کنیم. ابتدا کدو تنبل خرد شده به همراه سیب زمینی و پیاز و هویج و سیر و زنجبیل اضافه میکنیم. سپس آب مرغ و مقداری جوز هندی هم به اون اضافه کرده. بعد نیم ساعت مواد رو با همدیگه بلند کرده خامه‌ای که به دمای محیط رسیده رو با مقداری سوپ ترکیب کرده و به سوپ اضافه میکنیم. مقداری نمک و فلفل به میزان لازم اضافه کرده میذاریم تا سوپ قوام بیاد و کره و پولیبر و پاپریکا رو با هم دیگه تفت داده و برای تزیین روی سوپ اضافه میکنیم.